سلام به سلامتون گنگ یوتیوب، چطورید بچه ها؟ خوش اومد به یه ویدیوی دیگه با من. بچه ها امروز اومدیم که بهتون یادم چجوری با یه تمرین خاص که هیچ یوتیوبری تحقیق کنم، هیچ یوتیوبری این تمرین نگفته، اگر هم گفته شاید من ندیدم. و بچه ها این اولین ویدیو آموزشی کانال من هستش که بچه ممنونم حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. و چون من اولین بار کانالمو زدم خب و ممنون شدم حمایت کنید که ادامه بدم. و این اولین ویدیوی آموزشی کانال منه که من بچه از سیزن 1 سیزن 5 6 و قدیم خب دارم پلی میدم و تازه کار نیستم توی کالاف و تازه که اومدم کانال زدم و تولید محتوا میکنم و امیدوارم که در کنار هم بهتری کنید و خیلی کارا در ادامه قرار بکنم و کلی سورپرایزا دارم و کلی ویدیو خفن قراره بهتون یاد بدم و آموزش های خفن گرفته تا چجوری اسنایپ زدن خفن بزنید، اسنایپ ها چجوری بزنید، موومنت های خفن. اگر چه درخواستی زیاد باشه که چجوری آموزش ها رو بذارم حتما میذارم، فقط بسته به حمایت شما داره. و بچه اگر بخوام یک بیوگرافی کوچیک از خودم بذارم، بچه اسم من بنیامین هستش و یک موبایل پلیر 5 انگشتی هستم و دیوایس من بچه ردمی نوت 11 یا 10 یا 11 است بکنم، همون 11 است، ردمی 11 است. و بچه ها به اون که تو بازی هم خیلی لگ میگیرم، انشالله که با حمایت شما بتونیم که یه دیوایس خوب بگیرم و حساب بهتر کنم و شاتا رو که والبنگ و شاتا فایر خلاصه خیلی پخت و بس کردم براتون. و این تو روم هسته و خیلی پلیر سطح بالایی هم بودن، انصافا به زور میشه ازشون کیل گرفت. من این نفر کنم و چونم گیم پلی رنک هستش که با لوکاس گروه گرفتیم که و همون با کارتوشینا و بیتکوینا چی نداشتیم و رایگان گرفتم که خیلی راضی هم ازش و واقعا لوکاس خفنیه. خب حرف دیگه نمیمونه، بریم سراغ تمرین که وایس لایوه. خب بچه ها اگر من پون کم نمیشم دارم وایس لایو میگیرم. خب بچه تمرین از این قرار شما میری تو ترینینگ مود، این آچار فرانسه زردست که من اینجا میاد رو این، خب بعدش این پایین چالنجر هست. خب دومی که این رو میزنید خب اینجوری میشه یه دایره آبی رنگ میاد اینجا، شما میاد رو اون دایره خب و اینجوری میشه. اینم لول بندی داره که نورمالش تو لول 5 و ایناست. خب حالا من چون که دارم حرف میزنم نمیتونم تمرکز کنم همشو بزنم. خب حالا من ساکت میشونم تا کجا میتونم برم. خب اگر موومنت و اینا هم بزنید خیلی میتونه بهتر بکنه کارتون رو. فکر کنم نهایتش تا لول 11 داره، نورمال و اینا شد و لول 5. خب حالا من که دیدم بچه این خیلی با ماک شد. خب من تا لول 5 بیشتر نتونستم برم. بچه حتما شما تمرین کنید و هر روز بتونید تمرین بکنید و لولتون رو ببرید. بچه ها اینم بود از این تمرین. اگر خوش اومد حتما لایک و کامنت و ساب و حمایت رو بزنید که خیلی بهم کمک میکنه، خیلی میده که در ادامه را ویدیوهای خفن تری بسازم. و آره دیگه اینم حرفه امروز بود و اینم ویدیو امروز ویدیو خفن تری تو هست. حتما لایک و کامنت و ساب و این چیزا فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.
مامان